همه ما تو زندگی یه سری الگوهای تکراری داریم. آدمایی که توی روابط اشتباه گیر میافتن، کسایی که همیشه فکر میکنن به اندازه کافی خوب نیستن، یا اونایی که هر چقدر تلاش میکنن انگار یه چیزی ته ذهنشون نمیذاره خوشحال باشن. اینا فقط اتفاقای تصادفی نیستن. پشت این احساسات یه چیزی پنهانه که بهش میگیم طرحواره. خیلی خوش اومدین به این اپیزود از پادکست ایگوکست. امروز قراره که در مورد طرحواره‌های ناکارآمد یا ناسازگار اولیه صحبت بکنیم. طرحواره چیه؟ طرحواره در واقع باورهای عمیقی هستن که از دوران کودکی توی ذهن ما شکل گرفتن و ما ناخودآگاه فکر میکنیم که اینا واقعیات غیر قابل تغییری هستن. مثلا اگه توی کودکی والدین سرد و بی‌محبتی داشتیم، ممکنه یک طرحواره رهاشدگی توی ذهنمون شکل بگیره که باعث بشه همیشه توی روابط بزرگسالیمون از ترک شدن بترسیم. طرحواره یه جورایی مثل عینکیه که دنیا رو از پشتش میبینیم، اما مشکل اینه که گاهی این عینک شیشه های خیلی تیره‌ای داره. مثلا فرض کنین یه بچه توی خانواده بزرگ شده که همیشه احساس کرده به اندازه کافی خوب نیست. شاید بهش گفته باشن تو هیچی نمیشی، یا ببین بچه‌های فلانی چقدر موفقن، تو چی؟ این بچه کم کم یک طرحواره نقص و شرم پیدا میکنه. حالا وقتی بزرگ میشه توی هر جمعی حس میکنه بقیه ازش بهترن و هیچ وقت به اندازه کافی ارزشمند نیست. حتی اگه واقعا موفق هم بشه، باز یه چیزی ته ذهنش هست که میگه نه، هنوزم کافی نیستم. چیزی که خود جفری یانگ مطرح کرده 5 تا حوزه طرحواره هست که هر کدوم از این حوزه ها چند تا طرحواره دارن که میتونیم بگیم در کل ما 18 تا طرحواره های ناسازگار اولیه داریم. اولین حوزه طرحواره ناسازگار اولیه بریدگی و طرد. بریدگی و طرد یعنی چی؟ یعنی اینکه فرد اون انتظارهایی که داره برای نیازهایی مثل امنیت، ثبات، محبت، در میان گذاشتن احساسات، پذیرش و احترام، به اون شیوهی که میخواد ارضا نمیشن. این طرحواره ها معمولاً تو خانواده هایی به وجود میاد که بی‌عاطفه‌اند، سردن، منزوی‌اند، غیر قابل پیش بینی‌اند یا بدرفتار هستن. این حوزه بریدگی و طرد 5 تا طرحواره داره. یکیش همونطور که گفتیم رهاشدگی و یا بی‌ثباتیه. بی‌ثباتی یا بی‌اعتمادی نسبت به دریافت و محبت و برقراری ارتباطات تعریف این طرحواره است. یعنی اینکه فرد احساس میکنه اون افراد مهم زندگیش نمیتونن حمایت عاطفی و تشویق لازم رو به اون بدن، چون از لحاظ هیجانی بی‌ثبات و غیر قابل پیش بینی هستند. مثلا یه دفعه‌ای عصبانی میشن. اینجور افراد اعتماد ناپذیر و نامنظمن. فردی که همچین طرحواره‌ای توی ذهنش شکل گرفته باشه معتقد هر لحظه امکان داره که افراد مهم زندگیش بمیرن یا اینکه اونو رها کنن و به فرد دیگه‌ای علاقه‌مند بشن. دومین طرحواره از این حوزه بی‌اعتمادی یا بدرفتاریه. اینجور افراد انتظار اینو دارن که دیگران به انسان ضربه میزنن، بدرفتارن یا انسانو سرفکنده میکنن، دروغ میگن، دغل‌کارن، سودجو هستن. این چنین انتظاراتی که این افراد دارن باعث میشه که فرد وقایع پیرامون خودش رو به یک گونه خاصی درک بکنه. مثلا اگر یک نفر حتی به صورت غیر عمدی آسیبی بهش وارد کنه، فکر میکنن که عمدی بوده یا اینکه نتیجه مثلا غفلت مفرط طرف بوده. فرد ممکنه که همیشه یک نفر موجودی اون رو میدزده یا حق اون رو میخوره. سومین طرحواره از این حوزه محرومیت هیجانی. اینجور افراد انتظار اینو دارن که تمایلات و نیازهاشون نسبت به حمایت عاطفی به اندازه کافی از جانب دیگران ارضا نمیشه. این محرومیت هیجانی 3 نوع خودش محرومیت داره که یکیش محرومیت از محبته که همون فقدان توجه و
عاطفه یا همراهی نکردن با خود شخصه. دومیش محرومیت از همدلیه، درک نشدن، به حرف دل خود فرد گوش ندادن یا در میان نگذاشتن احساساتش با دیگرانه. محرومیت از حمایت یعنی نداشتن منبع قدرت، جهت‌دهی یا راهنمایی نشدن از سوی دیگران. این سه نوع محرومیت جزو محرومیت‌های هیجانی یک فرد به حساب میاد. یعنی شاید یک نفر هر سه تاش رو داشته باشه از این طرحواره، شاید یکیش رو داشته باشه، به هر حال فرقی نمی‌کنه. چهارمین طرحواره از این حوزه که بکنم بهش اشاره هم کرده باشیم، نقص و شرمه. این که فرد مهمترین جنبه‌های شخصیتیش یک انسان ناقص، نامطلوب، بد، حقیر و بی‌ارزش احساس میشه. با اینکه از نظر افراد مهم زندگیش اینطور نیست. یعنی فرد اصلا کسایی که کنارش هستن واقعا این حس رو ندارن نسبت بهش، ولی خود فرد این احساس رو داره. این کسایی که این طرحواره رو دارن بیش از اندازه نسبت به انتقاد شدن، سرزنش شدن یا طرد شدن واکنش نشون میدن و مقایسه های نابجایی دارن و اینکه در حضور دیگران و احساس ناامنی میکنن و اینکه حس شرمندگی دارن در ارتباط با دیگران. این نقاط ضعف که الان شمردیم ممکنه شخصی باشه یا عمومی باشه. شخصی ها میشه مثلا تمایلات جنسی غیرقابل پذیرش، خودخواهی یا اون خشمی که بروز میکنه. عمومی ها هم میشه مثلا اون ظاهر جسمی نامطلوب و مشکلات اجتماعی. پنجمین طرحواره ناسازگار از این حوزه انزوای اجتماعی، بیگانگی هست. اینکه فرد احساس میکنه از جهان کناره‌گیری کرده و با دیگران متفاوته و اینکه به جامعه و یا گروه خاصی تعلق خاطر نداره. این 5 تایی که الان با هم دیگه تعریف کردیم 5 تا طرحواره از حوزه بریدگی و طرد طرحواره ها هستن. دومین حوزه خودگردانی و عملکرد مختل. خودگردانی و عملکرد مختل اینه که اون انتظارات که فرد از خودش و محیط داره با اون توانایی هایی که اون برای بقا و مثلا عملکرد مستقل یا انجام مثلا کار موفقیت آمیز داره تداخل پیدا میکنه. اینجور طرحواره ها تو خانواده های به وجود میاد که اعتماد به نفس کودک رو کاهش دادن یا میدن و یا بیش از حد از کودک محافظت میکنن و یا اینکه نتونستن کودک رو به اون انجام کارهای بیرون از خانواده تشویق بکنن. اینجور افرادی که تو این خانواده بزرگ میشن احتمال اینکه حوزه خودگردانی و عملکرد مختل تو طرحواره‌هاشون باشه هست. حالا خود همین خودگردانی و عملکرد مختل 4 تا طرحواره ناسازگار دیگه داره. اولیش وابستگی بی‌کفایتیه. اعتقاد به اینه که یعنی خود فرد اعتقاد به اینو داره که نمیتونه مسئولیت‌های روزمره‌شو مثلا مراقبت از دیگران یا مثلا حل مشکلات روزانه، مثلا از عهده تکالیف جدید بر اومدن و اینا رو یا مثلا تصمیم گیری صحیح رو بدون کمک دیگران در حد قابل قبولی انجام بده. این حالت اغلب مثلا به صورت درماندگی به وجود میاد، این که فرد احساس میکنه دیگه واقعا ناتوانه و چون کسی هم حالا اگر در دسترس نباشه که کمکش بکنه پس دیگه فرد درمونده میشه و هیچ کاری ازش بر نمیاد. دومین
طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماریه. اینجور افراد ترس افراطی دارن از اینکه یک فاجعه نزدیکه و هر لحظه احتمال وقوع اون وجود داره و اینکه فرد نمیتونه از اون جلوگیری بکنه. ترس ها توی چند جنبه متمرکزن. یکیش حوادث پزشکیه، مثلا حمله های قلبی و مثلا ابتلا به ایدز و اینجور موارد. دومیش وقایع هیجانیه، مثلا دیوونه شدن، اینکه فرد احساس میکنه که مثلا هر لحظه امکان داره که واقعا دیوانه بشه. سوانح محیطی مثلا گیر افتادن تو آسانسور، مثلا قربانی یک جنایت شدن، سقوط هواپیما و زمین لرزه. این بحث آسیب پذیری خودش باعث اختلال، مثلا میتونه اضطراب اجتماعی بشه، میتونه مثلا باعث اختلال، حالا ما به صورت فارسی بخوایم بگیم میگم بازار هراسی، منظور صرفا ربط به بازار نداره ولی خب میتونه باعث این اختلال بشه. به هر حال یک طرحواره بسیار مهمیه آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری. طرحواره بعدی خود تحول نیافته و گرفتار. اینجور افراد ارتباط عاطفی شدید و نزدیکی بیش از حد با یکی از افراد مهم زندگیشون که اغلب والدینشون هست دارن، به قیمت این که فردیت خودشون و یا رشد اجتماعیشون رو از دست بدن. اعتقادشون بر اینه که هیچ یک از این افراد گرفتار بدون حمایت دیگری قادر به ادامه زندگی نمیتونه باشه و نمیتونن شاد باشن. افرادی که چنین طرحواره‌ای دارن ممکنه احساس کنن که وجودشون با دیگران ادغام شده و هویت جداگانه‌ای ندارن. اینجور طرحواره‌ها اغلب مثلا به صورت احساس پوچی، سردرگمی، بی‌هدفی یا اینکه مثلا جهت نداشتن تو زندگی یا دیگه خیلی موارد شدید باشه به صورت شک و تردید در موجودیت و ساختار خود فرد، یعنی در ساختار وجودی فرد، اینکه دیگه علنا هیچ هویتی برای خودش به صورت تعریف شده وجود نداره بروز میکنه. طرحواره بعدی شکسته. فرد این باور رو داره که یک فرد شکست خورده است، در آینده شکست خواهد خورد و یا این شکست برای اون اجتناب ناپذیره و اینجور افراد در مقایسه با همسالانشون، کسایی که همسنشون هستن، تو حوزه‌های پیشرفتی مثلا تحصیل، شغل، ورزش و خیلی چیزهای دیگه احساس بیکفایتی میکنن. اغلب این باور رو دارن که یک دیوانه هستن، یک بی استعداد هستن، نالایقن، نادونن و نسبت به دیگران موفقیت‌های کمتری دارن. ما 2 از 5 حوزه طرحواره‌های ناسازگار اولیه رو گفتیم. تو قسمت‌های بعدی به حوزه‌های دیگه هم میپردازیم. خیلی ممنون که تا اینجا همراهی کردین. نظراتتون رو برای من بنویسین. خیلی مراقب خودتون باشین. فعلا.